به راستی ما آزادیم؟ آری، به فرمان مشاور اعظم فرمانروا جناب یوزارسیف شما آزادید. شما چه گفتید؟ یوزارسیف مشاور اعظم فرمانروا شده؟ آری، همینطور است. شنیدید؟ یوزارسیف مشاور فرمانروا آمنحتب شده است. میدانید این یعنی چه؟ یعنی فرمانروا نیز شیفته او شده است. مگر می شود در کنار یوزارسیف بود و در دام او نبود؟ این تازه آغاز راه است. از این پس جمع کثیر شیفتگان او را خواهید دید. تخت روانی در کار نیست زلیخا، باید پیاده برویم. شنیدم که میگفتند کاهنان در برابرش ضعیف و ناتوان شده بودند. او هر چه را تعبیر کند اتفاق بیفتد. میگوید این تعبیر خواب را از خدایش آموخته، چیزی از خود نمیگوید. آری، او مدام از خدایش میگفت. گمان میکنم برای این که بگوید خدایش از آمون قوی تر است. آری. ماه اون روز خیلی ناراحت شد. کاهنان نمیتوانستند در برابر او سر بلند کنند. او از همه معبران مصر داناتر است. او میگفت 7 سال فراوانی و باران و 7 سال قحطی و خشکسالی در پیش است. به نظر باید به فکر آینده بود. از کجا میدانی که قحطی خواهد شد؟ از آنجا که میگویند یوزارسیف در تعبیر خواب خطا نمی کند. از طرفی عاقل به هشدارها بی‌اعتنا نمی شود. اگر یوزارسیف این خواب را تعبیر کرده است، بیشک اتفاق خواهد افتاد. راست میگوید. اگر قحطی شد و ما ذخیره داشتیم مصرف میکنیم. اگر هم قحطی نشد ضرر نکرده ایم. تو کجایی یوسف؟ همه جا سخن از توست. پس چرا مالک تو را نمییابد؟ با من کاری داشتید؟ مدت هاست که با تو کاری ندارم. فقط به دلیل آنچه که امروز در قصر آمنحتب پیش آمد یادآوری چند نکته را برای تو و اهالی قصر ضروری می‌دانم. اگر به خاطر داشته باشید نزدیک 10 سال پیش ما یوزارسیف را به زندان انداختیم تا در نظر مردم حقیر و کوچک شود. جرمش این بود که تسلیم زلیخا
و زنان بوالهوس طبس نشد. به عکس میبینید که من و زلیخا خوار و حقیر شده ایم و یوزارسیف چنان جایگاه والایی یافته که ما حتی تصورش را هم نمی کردیم. من و زلیخا دیروز در حضور فرمانروا رسوا شدیم. او به خاطر بوالهوسی و خیانت به شوهر و ستم به یوزارسیف بیگناه و من به خاطر زندان انداختن او و شرکت در خیانت‌های زلیخا. این باید برای همه شما درس عبرت باشد. بگذارید سخنی را که بیش از 10 سال در سینه خود پنهان کرده بودم به زبان بیاورم. زلیخا به خاطر پیروی از خواسته دل آبروی همسر و خاندانش را برد و حیثیت ما را به فنا داد. نفرین بر من که از او پیروی کردم و جوان پاک دامن و فرزانه حکیم چون یوزارسیف را به زندان انداختم. من به گناه خود اعتراف میکنم، اما تایید و تعریف شما از یوزارسیف بیانگر آن است که من به انسان حقیری دل نبستم. تو زشتی کلام خود را درک نمی کنی. تفسیر سخن تو این است که زنان مجازند اگر بهتر از شوی خود را یافتند دست به هر خیانتی بزنند و برای رسیدن به خواسته خود همه را فنا کنند. نفرین بر زنان بوالهوسی چون زلیخا و نفرین بر مردانی چون من که خطای امثال زلیخا را بی پاسخ می‌گذارند. میمی سابا. بله بانوی من. میدانی یوزارسیف از زندان آزاد شده؟ من موقع آزادی ایشان آنجا بودم بانو. میدانی او اینک رئیس خزانه‌داری مصر و مشاور اعظم آمنحتب است؟ بیخبر نیستم بانوی من. او پس از آزادی زندانیان همبندش را نیز آزاد کرد. از یوزارسیف جز این انتظاری نیست. زنان خیانتکار مصر هم توسط او آزاد شدند. هر کسی جز او بود چنین گذشتی نمی کرد. او اینک تو را نیز آزاد می کند. من یوزارسیف مرا آزاد می کند؟ آری، عشق یوزارسیف تو را آزاد می کند. از این پس تو آزادی و می توانی نزد یوزارسیف بروی. آیا زلیخا نمی تواند یوزارسیف گونه باشد و همانند او ببخشد و آزاد کند؟